در اینجا قصد داریم تا روش ایجاد منوی جدید رو در وبسایت در سیستم مدیریت محتوای جوملا نسل 3 با هم مرور بکنیم. برای اینکه در وبسایت خودمون یک منوی جدید اضافه بکنیم، دقت داشته باشید که یک قانون کلی در تمامی نسل‌های جوملا وجود داره. وقتی شما منوی رو میخواید در وبسایت خودتون ایجاد بکنید که با کلیک کردن بر روی اون منو یک صفحه‌ای برای بازدید کننده سایت شما نمایش داده بشه، طبیعتاً بایستی اون مطلب یا اون صفحه ایجاد شده باشه از قبل. در یکی از مراحلی که شما منوی جدید ایجاد میکنین، جوملا از شما میخواد که مطلبی رو که مرتبط با اون منو هست رو معرفی بکنید. طبیعتاً بایستی این مطلب از قبل ایجاد شده باشه تا زمانی که شما دارید منو رو ایجاد میکنید امکان انتخاب مطلب وجود داشته باشه. فرض میکنیم که در وبسایتی که الان پیش رو داریم، همطور که میبینید یک منو بیشتر وجود نداره. میخواییم منوی جدیدی رو ایجاد بکنیم، به عنوان مثال درباره ما. در قسمت مدیریت جوملا همطور که گفتیم اول بایستی مطمئن بشیم که این مطلب از قبل ایجاد شده. با کلیک کردن بر روی قسمت مدیریت مطلب از منوی دست راست و یا رفتن بر روی منوی محتوا و انتخاب مدیریت مطالب، شما تمامی مطالبی رو که از قبل بر روی سیستم مدیریت محتوا ایجاد شده رو مشاهده خواهید کرد. بسیار خوب، همطور که مشاهده میکنید مطلب اینجا موجود هست به نام درباره ما. پس بنابراین ما این مطلب رو از قبل ایجاد کردیم. حالا زمان این هست که یک منوی جدید هم با عنوان درباره ما ایجاد بکنیم تا وقتی که کاربر بر روی اون کلیک میکنه در واقع مطالب یا در واقع مطلب مربوط به صفحه درباره ما رو مشاهده بکنه. برای این منظور در قسمت منوها مین منو رو انتخاب میکنیم. دقت داشته باشید در اکثر سیستم های جوملا 3 منوی اصلی که در بالای سایت قرار داره با نام مین منو شناخته میشه و همطور که مشاهده میکنید آیکون یک خانه یا هوم هم در واقع اینجا موجود هست. مفهوم این هست که صفحه نخست یا صفحه اصلی سایت هم در داخل مین منو تعریف شد. بسیار خوب، بر روی مین منو یک بار کلیک میکنیم. در واقع در اینجا شما لیستی از تمامی منوهایی که در وبسایت ایجاد شده رو مشاهده میکنید. همونطور که مشاهده میکنید در حال حاضر تنها یک عنوان منو یا همون صفحه نخست اینجا موجود هست. در واقع این همون منوی هست که اینجا هم در قسمت کاربری سایت بازدید کننده های سایت شما مشاهده میکنید. برای اینکه منوی جدید رو ایجاد بکنیم بر روی عبارت جدید یک بار کلیک میکنیم. بسیار خوب، در صفحه جدید مهمترین قسمت نوع آیتم منو هست. در جوملا ما انواع مختلفی از منو رو داریم که حالا به جای خود در مورد برخی از اونها توضیح خواهیم داد. اما برای نمایش منویی که بتونه مطلب رو نمایش بده از قسمت انتخاب کلیک میکنیم. در واقع یک پنجره جدید نمایش داده میشه. سپس بر روی قسمت مطالب کلیک میکنیم و در قسمت مطالب یک مطلب خاص جلوش هم توضیح داده شده، نمایش یک مطلب خاص. در واقع ما میخوایم الان منوی رو ایجاد بکنیم که با کلیک بر روی اون یک مطلب خاص نمایش داده بشه. پس بنابراین روی عنوان یک مطلب خاص یک بار کلیک میکنیم، چند ثانیه صبر میکنیم. بسیار خوب، همطور که مشاهده میکنید نوع آیتم منوی ما الان یک مطلب خاص نمایش داده شده و قسمتی رو داریم به نام انتخاب مطلب. در واقع با استفاده از این قسمت شما میتونید مطلب مورد نظر خودتون رو جهت اتصال به این منو هم مشخص بکنید. برای این منظور بر روی دکمه انتخاب در مقابل این باکس یک بار کلیک میکنیم. یک پنجره جدید نمایش داده میشه و در این پنجره جدید شما لیستی از تمامی مطالبی که از قبل در جوملا شما ذخیره شدن و موجود هستن مشاهده میکنید.
درباره ما رو انتخاب میکنیم. همطور که مشاهده میکنید در این قسمت درباره ما نمایش داده میشه و در نهایت بر روی عبارت ذخیره و بستن یک بار کلیک میکنیم. خب یک پیام خطا برای ما نمایش داده شده. علت چه است؟ بله، علت این است که ما عنوان منو رو فراموش کردیم. در واقع عنوان منومون رو هم بایستی اینجا درج بکنیم. در واقع عنوان منو همون نام منوی ما هست. به عنوان مثال حالا عنوان منوی خودمون رو هم درباره ما در نظر میگیریم و مجدداً در روی عبارت ذخیره و بستن کلیک میکنیم. بسیار خوب، همطور که مشاهده میکنید منوی جدیدی با نام درباره ما به منوهای قبلی سایت ما اضافه شد. حالا اگر بر روی وبسایت بریم و یک بار سایت رو ریفرش بکنیم تا تغییرات مجددا لود بشن، همطور که مشاهده میکنید یک منوی جدید اینجا داریم به نام درباره ما و با کلیک بر روی درباره ما در واقع مطلبی که مرتبط هست با منوی درباره ما برای کاربران سایت نمایش داده میشه. به همین ترتیب شما این امکان رو دارید تا منوهای مختلفی رو مرتبط با مطالب مختلف سایت ایجاد بکنید.